أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران و خواهران و بینندگان و شنوندگان محترم، الحمدلله که ما و شما از گراماتیکای زبان عربی از علم صرف دو کتاب را به پایان رسانیدیم. اولین کتابی که به پایان رسانیدیم کتاب بیدان که به زبان فارسی بود. الحمدلله در 23 درس به سمع شما و برای شما پیشنهاد گردانیدم. و دوم کتاب صرفیه که همچنین به آخر رسانیدم، کتاب بناء الاطفال مختصر و بناء الافعال که 22 باب صرفی را در اون بیان کرده شده بود به زبان عربی. اون را با زبان تاجیکی ساده در 22 درس برای شما پیشنهاد و تقدیم گردانیدم. و امروز باشد بنده میخواهم اولین درس از کتاب صرفی میر، سومین کتاب صرفی را که نامش صرفی میر هست و این کتاب را همچنین در تاجیکستان و افغانستان و ایران و فارس زبان ها بسیار در هر کنار و در هر مکان دنیا هستند. این کتاب را میخوانند و از این کتاب استفاده میبرند، زیرا که این کتاب به زبان فارسی است. این به مثل بیدان فارسی هست. خب بنده این کتاب را PDF اش را پیدا کردن نتوانستم از شبکه‌های اینترنتی که برای شما پیشنهاد بگردانم. پس این کتاب در تاجیکستان خیلی زیاد است. از هر جایهای کتاب فروشی می توانید این را پیدا بکنید، یا در بسیار برادرها هستن می توانید که کتابش را گرفته شما چطوری که می بینید بنده هم همچنین کتاب را گرفته چاپ کردگی هستم و به طبع رسانیدم و میخوانم به سمع شما میرسانم. صرفی میر. و این صرفی میر صاحبش میر سید شریف علی الجرجانی هست. الجرجانی یعنی همون شهر گرگانی که در ایران هست، همون را عرب جرجان میگوید. فارسا گرگان یعنی گرگان به عربی حرف گ که نیست ج میگویند جرجان. این از همون صاحب این کتاب از جرجان هست، یعنی از گرگان ایران هست و این میگویند سنی مذهب است. الحمدلله شیعی مشرک نیست. و همچنین صاحب این کتاب میگویند مذهبش در فقه مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی است، یعنی که به مثل ما و شما صاحب این کتاب همچنین حنفی مذهب می باشد. و ناگفته نماند درباره علم صرف، اولین شخصیتی که علم صرف را تدوین کردگی هست و قاعده گذاری کردگی هست نامش معاذ ابن مسلم الحراء هست. و این شخصیت سال 187 هجری وفات کردگی است، یعنی که 37 سال بعد وفات امام ابو حنیفه اولین نویسنده علم صرف وفات کردگی است. یعنی در سال وفات امام ابو حنیفه معاذ ابن مسلم الحراء اولین نویسنده علم صرف 53 ساله بوده است. شاید امام ابو حنیفه را دیدگی باشد و همچنین امام ابو حنیفه هم یک کتاب صرفی دارد. اون را انشاءالله در بعد شاید بگذاریم، به زبان عربی است، نامش صرف مقصود است، کتاب مقصود. اون را انشاءالله شاید همچنین درس بکنیم. پس اولین شخصیتی که علمی صرف را تدوین کرده است معاذ ابن مسلم الحراء. این از همقرنها و از خود کوفه میگن از عراق است، از کوفه. شاید امام ابو حنیفه را دیده باشد و از اون بزرگوار فایده به دست آورده باشد. خب اکنون بیایید میگذاریم به این کتابی که حالا میخواهم به سمعتان برسانم. نام کتاب گفتیم صرفی میر. چطوری که بنده اینجا نوشته کردم صرفی میر اولین درس ما و شما امروز
یکمین درس رو ما از این کتاب میگیریم. چطور گفتیم این سومین رساله یا سومین کتاب هست که ما به سمع شما پیشنهاد میگردونیم. همچنین نگفتن امانت، هر کسانی که امروز ما را پیدا کردن در شبکه‌های اینترنتی و از درس‌های ما میخواهند استفاده ببرند و اگر معلوماتی صرفی نداشته باشید، پس شما اولا برید کتاب بدان را بخوانید و گوش بیندازید. بعد از اون 22 باب صرفی را همچنین گوش بیندازید، از یاد کنید، حفظ بکنید، بعد به این کتاب بیایید. زیرا اینکه در اینجا ما بسیار اصطلاحات را دیگر به زبان تاجیکی بیان نمیکنیم. مثلا مفرد، مثنا، جمع چی است، مخاطب، غایب، متکلم چی است، اینها را دیگر در اینجا بیان نمیکنیم. مذکر، مؤنث، اینها را دیگر در این کتاب دیگر ما بیان نمیکنیم، زیرا که در کتاب بدان همه اینها را با تفصیل خوب بیان کردگی هستیم. و این کتاب هم بعضی جایهایش به مثل کتاب بدان هست. هر جایش که به مثل کتاب بدان باشه اونجا هم توضیح زیاد نمیتونیم، فقط میخوانیم، مختصرا بیانش میکنیم و میگذریم. و کسانی که چطور بیان کردم، کسانی که اولین بار این درس ها رو از ما استفاده میبرید، اگر معلوماتی پیشکی صرفی نداشته باشید، پس شما بروید اول کتاب بدان گوش بیندازید، بعد از اون 22 باب صرفی را، بعد بیاید سیوم در مستوای قرار میدادید، سوم کتاب این را قرار بدید، بعد میتونید شما خوبتر، بهتر، افضلتر بفهمید. چطور بیان کردم که این کتاب رو PDF رو پیدا نکردم که در زیر ویدیو بمونم، اما الله تبارک و تعالی برایم میسر و نصیب بگرداند، شاید روز این کتاب رو به مثل بدان رونویسی و بعضی جایهاش توضیح میخواهد، توضیح داده به مثل بدان براتون پیشنهاد بگردانم. اما برای نوشتن فرصت و توفیق و نصیب از جانب الله اگر برامون مقرر شده باشد. خب بیایید کتاب رو شروع میکنیم. خب صاحب کتاب صرف میر صاحبش میگوید بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم یعنی به نام الله که رحمان و رحیم است شروع میکنم. خب میگوید بدان، و مثل کتاب بدان هم در اولش بدان بود، اینم در اولش بدان هست. بدان ایدک الله تعالی فی الدارین، ایدک الله تعالی فی الدارین، به مثل همون کتاب بدان که در اولش دعا داشت، اسعدک الله فی الدارین، اسعدک الله فی الدارین، به مثل همون اینجا هم همچنین ایدک الله تعالی فی الدارین است. ایده یعنی قوت بدهد تو رو الله تبارک و تعالی در دو دار، هم در دار دنیا و هم در دار آخرت. پس ایده را ما و شما میدانیم. ایده از کدام باب است؟ این را ما و شما خواندیم، 22 باب صرفی را ما و شما خواندیم که ایده، ایده دقتش بدید. پس شما باید دیگر این را بشناسید که باب چند است. این باب 8 است، سیوم باب ثلاثی مزید است. ایده فعل ماضیش می شود، فعل مضارعش می شود یؤیدو، مصدرش می شود تأییدن. مصدرش چی می شود؟ تأییدن، تأییدن. ببینید تأییدن چی می شود؟ مصدر ایده یؤیدو تأییدن. پس این بابی چند بوده است؟ بابی 8. اکنون اینجا یک فایده دیگر که ایده فعل ماضی است. ما میگوییم که قوت بدهد تو رو الله، کی بدهد؟ در زمان آینده. پس فعل ماضی است. چرا ترجمهش مضارع میکنیم؟ به خاطر چی؟ و یک شعری هست درباره فعل ماضی در چند جا به معنای فعل مضارع میآید. در نوشتن ماضی می نویسیمش، لیکن در ترجمه مضارع ترجمهش میکنیم. یک شعر است، اون رو انشاءالله در کتاب‌های بعدی در کتاب نحو انشاءالله میخونیم که میگویند که معنای ماضی مضارع میشود در 8 جا. یعنی 8 جایی هست که فعل ماضی نوشته میشود اما در ترجمه فعل مضارع میشود. یکی از اون جایها مکان دعا هست، جمله دعاییه باشد. پس این جمله دعاییه است. ایدک الله تعالی فی الدارین یعنی دعا هست. پس اینجا دعا که هست از این حساب فعل ماضی را به معنای فعل مضارع میگیریم که تأیید بکند، قوت بدهد تو را
الله تبارک و تعالی در هر دو دارین، هم در دنیا و هم در آخرت. خب اکنون صاحب کتاب میگه بدان. بدان صاحب کتاب نگفت که بخوان، گفت بدان. چرا؟ زیرا که خواندن هیچ فایده نداره. تو میخوانیش شاید این کتاب را در 1 ساعت 2 ساعت تا آخرش بخونیمش، یا در 4-5 ساعت تا آخرش بخونیم، اما اون خواندن هیچ فایده ندارد. بدان یعنی که بفهم و از خود بکن و حفظ بکن. مقصد این صاحب کتاب این است. برای خاطر بخوان نگفت، گفت که بدان. خب اکنون چی را بدانم؟ صاحب کتاب میگه که کلمات لغت عرب بر 3 قسم است. این را در بدان خواندیم. گفتیم کلمه های زبان عربی، در زبان عربی هر چقدر کلمه ای که وجود داشته باشد همه اون به 3 قسم تقسیم می شود. ما در بدان این را همچنین نوشته کرده بودیم. کلمه در زبان عربی به 3 قسم گفتیم تقسیم می شود: اسم، فعل، حرف. صاحب کتاب همین را بیان میکنه، میگه که کلمات لغت عرب بر 3 قسم است: اسم و فعل و حرف. اسم و فعل حرف در بدان بیان کردیم. اسم چون رجل علم. ببینید اکنون در اسم مثال میارد، میگه رجل علم. رجل ترجمهش یعنی مرد، علم یعنی دانستن. پس مثال آوردگی صاحب کتاب بیان میکند برای ما و شما که اسم به 2 قسم تقسیم می شود. اسم رجل اسم ذات است. مثلا صبورتون، این صبور یعنی داسکه، جایی که می نویسیم، تخته می نوشتگی. پس این صبوره اسم است. اسم چی است؟ اسم ذات است. رجل اسم ذات است، یعنی هر چه که جسم دارد دیدش می شود اون را میگن اسم ذات. پس یکم قسم اسم ذات بوده است، دوم قسم اسم معانی بوده است. یعنی علم را دیده می شود؟ نه، دیده نمی شود. یا ضرب زدن را دیده می شود؟ یا مثلا فهمیدن را دیده می شود؟ قتل کشتن، آیا کشتن، کلمه کشتن را خودی در ظاهر دیده می شود؟ نه، یا آدمی هست باید این کارها را اجرا بکند، پس واقع می شود این معنا. پس این را میگن علم چی؟ اسم. قسم دومش اسم معانی. پس اسم ذات و اسم معانی، اسم به 2 قسم تقسیم می شده است. این را اولین بار گرفتیم. و فعل چون ضرب و دحرج. فعل همچنین و مثل ضرب و چی؟ دحرج است. میگه دحرج. اکنون دقت بتید، صاحب کتاب فقط برای ما 2 مثال آورد. از اسم 2 مثال آورد، گفتیم که مقصدش یکمش ذات است، دومش معنا. اکنون در فعل 2 مثال آورد. مقصدش چی است؟ مقصدش این است که همچنین فعل به 2 قسم تقسیم می شود. فعل می شود ثلاثی، فعل می شود رباعی. دقت دادید؟ صاحب کتاب با مثالهاش برای ما معلومات داده ایستاده است، ما را علم داده ایستاده است. میگوید که فعل همچنین به 2 قسم تقسیم می شود: ثلاثی و رباعی. اکنون ثلاثی مجرد که 6 باب است، اینا ما و شما گرفتیم. ثلاثی مزید 12 باب است، گرفتیم. رباعی مجرد 1 باب است، گرفتیم. و رباعی مزید 3 باب است، گرفتیم. همگی 22 باب. اینها را در درس‌های گذشته خوب بیان کردیم. خب باز بعدا هم صاحب کتاب اینها حالا برمیگرده، تفصیل بیان میکند، ولیکن حالا مختصرا در مثالهاش برای ما و شما معلومات جدید داده ایستاده است. و حرف میگه مانند مین و اله است. مانند چی است؟ مین، اله. یکم مین، کلمه مین ترجمهش به تاجیکی از. مین از، اله تا، یعنی که تا. مثلا ذهبت من البیت الى المدرسه، یعنی رفتم از خانه تا مدرسه. پس صاحب کتاب همچنین برای ما و شما حرف دم 2 مثال آورد. ببینید، یکم و دوم. چرا 2 مثال آورد؟ زیرا اینکه هر یک کار ابتدا دارد. مین برای ابتدا است، اولی کار، و همچنین انتها دارد، آخری کار. هر یک کار ابتدا و انتها دارد. پس از این حساب صاحب کتاب در حرف 2 مثال آورد که مین برای ابتدا است و اله برای انتها است. پس این هست معنای مثال های آوردگی صاحب کتاب. پس دقت بتید. اکنون حالا برای ما و شما کلمه را بیان کرد
با مثالهاش، هر یک مثالهاش چطور گفتیم که معناهای خودش را دارد. خب اکنون میگوید که تصریف، اولین بار میخونیم این معلومات رو دقت بتید. میگه تصریف در لغت گردانیدن چیزی است از حال، از جای به جای یا از حال به حال. دقت بتید، میگه تصریف در لغت گردانیدن چیزی است از حال به حال. یعنی چی؟ یعنی کلمه تصریف زبان عربی است. تصریف، دقت بتید، تصریف، 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 تصریف به زبان چی است؟ به زبان عربی. تصریفون. پس تصریف از کدام باب است؟ مصدر هست. از کدام باب است؟ اینا باید شما بدانید. تصریف از باب چند است؟ از باب هشتم. فعل ماضیش می شود صرف. صرف یصرف تصریف. دیدید؟ صرف یعنی تغییر داد، یصرف تغییر میدهد، تصریف تغییر دادن. پس تصریف این مصدر بوده است. از باب چند؟ از باب هشتم. خب میگوید که تصریف اکنون معنایش در لغت زبان عربی گردانیدن چیز از حال به حال. یک چیز رو از یک حالت به حالت دیگر گرداندن در زبان عربی میگن تصریف. مثلا حالا یک بانک میروی، میخوایی دلار را تغییر بدی به سوم تاجیکی یا به سوم مصری یا به سوم عربستان سعودی یا به مثل هر سومی که دیگر میخوایی تغییرش بدی، یا دولتی دیگر رفتی، تو چی میگویی؟ میگویی اريد تصریف، یعنی من میخوام تغییر بدهم دلار را. اريد تصریف الدلار، میخواهم تغییر بدهم دلار را. اون میداند که یعنی که دلار را میخوای بدی و سوم اون مملکت را، اون دولت را به دست بیاری. از این حساب تصریف در زبان عربی به معنای چی بوده است؟ تغییر دادن. این در لغت است. لیکن در اصطلاح چی است؟ میگه در اصطلاح. اصطلاح یعنی عالم های علمی ادبی زبان عربی صرف را برای به چی معنا گرفتن؟ میگوید که در اصطلاح علمای صرف عبارت است از گردانیدن یک لفظ به سوی صیغه های مختلفه تا حاصل شود از آن معناهای متفاوت. این را باید از یاد بکنید، زیرا اینکه یک آدم شما را میپرسد که تو علمی چی میخوانی؟ میگه علم تصریف. علم صرف یا تصریف یک معنا دارد، صرف یا تصریف. میگه علم صرف میخونم یا میگه علم تصریف میخونم. پس تو را میگه علم تصریف یا علم صرف معناش چیست؟ باید تو همین جواب را بگی. بگوی که در اصطلاح علمای صرف عبارت است از گردانیدن یک لفظ. مثلا یک لفظ رو میگیری، ببینید مثلا علم، 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 یا مثلا قتل، ببینید قتل، همین یک لفظ است. علم یک لفظ است، قتل یک لفظ است. علم یعنی دانستن، قتل یعنی کشتن. پس همین یک لفظ است. میگه که در اصطلاح علمای صرف عبارت است از گرداندن یک لفظ. این رو گفتیم یک لفظ، این یک تا، این یک تا، یک لفظ به سوی صیغه های مختلفه. اکنون را میخوایی صیغه های مختلفه در بری. صیغه های مختلفه را شما میتونید در بالاشون بنویسید یا در ذهنتون بگیرید که عرب گفتیم از هر یک مصدر چند چیز اشتقاق میکنه؟ 12 چیز. پس شما بنویسید که 12 چیز، 12 چیزی که عرب چیکارش میکنن؟ اشتقاقش میکنن. پس در زیر این بنویسید فعل ماضی، مضارع، اسم فاعل، اسم مفعول، جد، نفی، امر، نهی، اسم زمان، اسم مکان، اسم حالت، اسم تفضیل، اون چه که در بدان خوانده بودیم اونها را شما بنویسید. پس از ان همین علم ما 12 چیز اشتقاق میکرده بودیم. میگوید که به سوی صیغه های مختلفه، یعنی ان همین یک لفظ رو میگیریم با صیغه های 12 گانه گفتیم که 12 اشتقاقش میکنن. به سوی صیغه های مختلفه میبریم. برای چی؟ برای چی؟ تا حاصل شود از آن معناهای متفاوت، تا اینکه ما به دست بیاریم معناهای گوناگون رو. مثلا علم دانستن، من میخوام بگم که وی دانست، بگم هو علم، وی دانست. من میخوام بگم که وی میداند، میگم هو یعلم، وی میداند. دیدید؟
معناهای متفاوت به دست آورده است. من مثلا میگم که وی نمیداند، من میگم هو لا یعلم، وی نمیداند. یا من میگم که اون ندانست، میگم هو لم یعلم، وی ندانست. دیدید معناهای گوناگون آمده است. یا که مثلا من میگم که وی دانا هست، میگم هو عالم، وی دانا هست، عالم هست. دیدید معناهای همین کلمه های 12 چیز در بدون به تفصیل گرفتیم از کلمه علم گرفتن. یا مثلا قتل، مثلا من میگم که وی جنگید یا قتل کرد، میگم که هو قتل یا هو یقتل، وی می جنگد، می کشد. یا مثلا هو قاتل، وی جنگاور است یا وی کشنده است. دیدید یعنی که معناهای گوناگون به دست آمدن میگیرد. پس انا همینه که ما معنا را تغییر میتیم. چه خیلی تغییر بدیم؟ انا همین را به واسطه چی میدونیم؟ به واسطه علم صرف. از این حساب میگن که علم صرف کلمه سازی است و کلمه شناسی است. که این همین کلمه را ما از کجا میشناسیم که مصدر است؟ به واسطه علم صرف. اکنون من میخوام فعل ماضی کنم، مضارع کنم، اسم فاعل، اسم مفعول کنم، از کجا میدونم و چطور بکنمش؟ با علم صرف میدونم. دیدید جمله کلمه سازی علم صرف در کار است و کلمه هم برای شناختنش که این چی است و این چی است و این چی است و این چی است، اینها هم همچنین با علم صرف من میشناسم. از این حساب علم صرف بسیار مهم و لازم است. پس این در اصطلاح علما علم صرف چی معنا دارد؟ این را یاد کنید که علم صرف عبارت است از گرداندن یک لفظ به سوی صیغه های مختلفه تا حاصل شود از آن معناهای متفاوت. معناهای متفاوت چطور گفتیم که فعل ماضی، مضارع، اسم فاعل، اسم مفعول، مثلا همین چیزها این معناهایی که به دست می آید. اکنون بعد از این میگه که و تصریف در اسم اندک باشد. اکنون باز میگردیم به همین کلمه های با اقسام کلمه. اکنون ما فهمیدیم که تصریف کلمه های زبان عربی را دیگرگون میکرده است. اکنون دیگرگونی در اسم می شود یا در فعل می شود یا در حرف می شود. در کدامش می شود؟ دقت بتید که صاحب کتاب چی میگوید؟ میگوید که تصریف در اسم اندک باشد. میگه تصریف صرف کردن در اسم هستی لیکن چی ای؟ کم ای، بسیار نیست. در اسم هست لیکن کم است. چون اکنون مثال میارد، میگه در رجلون یک مرد، رجلانی دو مرد، رجالون مردها، رجیلون مردچه، مرد میدهک. دقت بتید مثلا میگوید که رجلون اکنون کلمه را تصریف میکنیم. چی بگیم؟ رجلانی یکم تصریف. باز چیکارش میکنیم؟ رجالون این دویم تصریف شد. با یک تا دیگه تصریف دارد. چی میگن؟ رجیلون. دقت بتید رجلون معناش چی؟ مرد. اکنون تصریفش میکنیم، تغییرش میتیم. رجلانی دو مرد، رجالون مردها بسیاری مرد، رجیلون مردکچه مرد میدهک میشود چی؟ رجیلون. پس معلوم شد که در اسم سه تصریف بوده است. خلاص یک تا، دو تا و سه تا. خلاص اکنون بیایید دوام کتاب رو ببینیم. صاحب کتاب چی میگوید؟ میگوید که در اسم اندک باشد. تصریف میگه در اسم خیلی کم است، مانند رجلون، رجلان، رجالون، رجیلون. خب میگه و تصریف در فعل بیشتر باشد. انا اکنون دقت بتید تصریف در فعل اکنون چی قدر میدونید؟ انمو قدر بسیار است، خیلی زیاد است. تصریف اصلا در چی میشود؟ در فعل میشود. یعنی که موضوع اساسی علمی تصریف، علمی صرف در فعل است. چرا؟ زیرا اینکه فعل فاعل دارد. فاعل یک کس می شود، دو کس می شود، سه کس می شود. فاعل مرد می شود، زن می شود. فاعل در روپرود می شود، غایب می شود، متکلم می شود. ببینید همه اینها طلب دارند. همه اینها رنگ های، شکل های، صیغه های گوناگون از ما طلب می کنند.
از این حساب است که در فعل تصریف خیلی زیاد است. صاحب کتاب چی بیان میکند؟ دقت بدید. صاحب کتاب میگوید که تصریف در فعل بیشتر باشد چون ضربو الی آخری کرده است. یعنی همون 14 صیغه فعل ماضی را بگویید. ضربت ضربتا ضربنا، ضربتم ضربتن، ضربنا. ببینید 14 صیغه. این 14 صیغه را بگویید. بعد از این چی است؟ بعد از این یضربو را میاره، فعل مضارعش رو بگویید. در بدون ما خواندگی هستیم اینها را، از این حساب دیگر حاجت به ترجمه کردن نیست. مثلا ضرب زد و یک مرد، ضربا زدن و اینها دو مرد، ضربو زدن و اینها همه مردها، ضربت زد و یک زن، ضربتها زدن و اینها دو زن، ضربنا زدن و اینها همه زنها، ضربت زدی تو یک مرد، ضربتما زدی شما دو مرد، ضربتم زدی شما همه مردها، ضربتی زدی تو یک زن، ضربتما زدی شما دو زن، ضربتن زده شما همه زنها، ضربتو زدم من، مرد یا زن فرق نمی کند، ضربنا زده ما همه مردها یا همه زنها. ببینید 14 صیغه شد فقط یک فعل ماضی معلومش با مجهول دارد. بعد از این با فعل چی است؟ مضارع است. یضربو یضربانی یضربون. صاحب کتاب 3 تا آورده است، گفته تا آخر. تا آخر یعنی که 14 صیغه را بیار. بگو که مثلا 14 صیغه یضربو یضربانی یضربون، تضربو تضربانی یضربن، تضربو تضربانی تضربون، تضربینا تضربانی تضربن، اضربو نضربو. ببینید 14 صیغه. پس این 14 صیغه ترجمهش همچنین یضربو میزند و یک مرد در زمان آینده، یضربانی میزنند و اینها دو مرد در زمان آینده، یضربون میزنن و اینها همه مردها در زمان آینده، تضربو میزنی تو زن در زمان آینده، میزند و زن در زمان آینده، تضربانی میزنن و اینها دو زن در زمان آینده، یضربن میزنن و اینها همه زنها در زمان آینده، تضربو میزنی تو مرد در زمان آینده، تضربانی میزنی شما دو مرد در زمان آینده، تضربون میزنی شما همه مردها در زمان آینده، تضربین میزنی تو زن در زمان آینده، تضربان میزنه شما دو زن در زمان آینده، تضربن میزنه شما همه زنها در زمان آینده، اضربو میزنم من مرد یا زن در زمان آینده، نضربو میزنه ما همه مردها یا همه زنان در زمان آینده. ببینید این ترجمهش. پس 14 صیغه دیگر از فعل چه گرفتیم ما؟ از فعل مضارع. پس معلوم شد که در فعل تصریف خیلی زیاد بوده است. ولی فقط ما فعل ماضی و مضارع گرفتیم. فعل جهت داریم، فعل نفی داریم، فعل نهی داریم، فعل امر داریم. همه اینها ببینید چقدر عدد زیاد می شود. از این حساب تصریف در فعل خیلی زیاد است. در اسم کم بوده است، 3 تا است و بس. لیکن در فعل خیلی زیاد، 100 تا بگو یا 120 تا بگو یا 130 تا بگو، خیلی عددش بالا و زیاد است یا زیاده از 100. و میگه تصریف در حرف نباشد. اکنون میگذاریم در حرف. آیا در حرف همچنین تصریف هست؟ نه، در حرف تصریف تماما وجود ندارد. در حرف تصریف یعنی علمی صرف درباره حرف یگان چی گپ نمیزند. چرا؟ زیرا که حرف تغییر نمییابد. تغییر که نمییابد احتیاج به تصریف ندارد. پس علمی ما حرف از کجا میدونیم؟ در علم نحو. علم نحو درباره حرفا با تفصیل گپ میزند، لیکن علم صرف درباره حرفا یگان چیز نمیگوید. از این حساب بدانید که تصریف یا علم صرف در سیم قسم کلمه کار ندارد، فقط در همین دو قسمش کار دارد و بس. در همین دو قسمش کار دارد و بس. اکنون میگه و تصریف در حرف نباشد. تصریف در حرف میگه اصلا وجود ندارد، زیرا که در حرف تصریف نیست. چرا؟ زیرا که در حرف تغییر یافتن نیست. حرف دیگه تغییر نمییابد. پس اینجا را شما دقت بدید. این کلمه را شاید اگه کسا بشنوند تعجب بکنند که و تصریف در حرف نباشد زیرا که در حرف تصریف نیست. بعضی انسان شاید تعجب بکنند. پس دقت بدید که مقصدش چی است. میگه زیرا که و تصریف در حرف نباشد. تصریف یعنی صیغه های گوناگون، معناهای متفاوته. اینجا در یکم تصریفی که میگوییم معناش صیغه های متفاوته در حرف نیست، زیرا اینکه در حرف تغییر یابی نیست. حرف تغییر نمییابد. اکنون مین دیگر مذکر ندارد، مؤنث ندارد و مخاطب و غایب و متکلم چیزها را ندارد. تمام وقت مین است. اله همچنین اله است. دیگه تغییر نمییابد. تغییر که نمییابد
از این حساب ما میگیم که تصریف به حرف کاری ندارد. تصریف فقط در اسم می شود، در فعل. پس موضوع علم صرف رو در ذهنتون داشته باشید. موضوع در چی بوده است؟ در اسم کمتر، در فعل بسیارتر، در حرف تماما تصریف علم صرف کار ندارد. پس این بود درس امروزه ما و شما. تصریف در حرف نباشد، زیرا که در حرف تصریف نیست. اکنون فصل نو شروع می شود که درباره بناهای اسم و فعل صحبت می کند. این را انشاءالله میگذاریم به درس آینده. انشاءالله در درس آینده درباره این فصل خواهیم خواند. پس درس امروزه من را، درس یکم را از کتاب صرف میر، از این کتاب من به آخر میرسانیم تا درس آینده. یکایک شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم. هر جایی که باشید سلامت و موفق و مؤید باشید. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.